خدا رحمت کنه باز آقای بهاءالدینی فرمودن برای گره های زندگیتون اگه یه گره های افتاد تو زندگی مادی یا معنویتون که نمیدونید از کجا دارید میخورید، نمیدونید چیه، آقای بهاءالدینی میفرمایند 4 تا کار انجام بدید. این 4 تا کار هر کدوم یه گرهی رو باز بکنه. اون جاهایی که نمیدونید، بله اگه میدونید که از کجا دارید میخورید خب برید همون رو جلوشو بگیرید. اما اونجایی که آدم نمیدونه، بی‌برکتی افتاده تو کارش، گره افتاده تو زندگیش، کارش تا یه جا پیش میره یه مرتبه به مانع میخوره. آقای بهاءالدینی فرمودن 4 تا کار رو انجام بدید. 1 صدقه بدید. 2 رد مظالم بدید که اگه احیانا به یک کسی ظلم کردید یه نفرین پشت سرتونه، یا آه پشت سرتونه که دامنگیرتون شده، گره انداخته تو زندگیتون، بشه این ردش کرد. رد مظالم. 3 حدیث کسا بخونید و بعد از حدیث کسا که خوندید ولو خودتون تنهایی، حالا اگه تونستید 7-8 نفر رو جمع کنید یه چایی بدید تو خونتون چه بهتر، اگر هم نه خودتون تنهایی یه حدیث کسا بخونید، اون آخرش توسل به حضرت زهرا بکنید چون محور حدیث کسا حضرت زهرا سلام الله علیها است. این 3. 4 اگر امکان داشت براتون قربانی بکنید که اگه چشم زخمی اگر خدای نکرده یک مثلا فرض کنید موجودات ماورایی یک کاری کردن اونا رو دفعش بکن. این 4 تا